و باز هم آخوند قزوینی و استدلال به احادیث جعلی. آخوند قزوینی عادت دارد که برای توجیه خرافات و دروغ‌های خود به سراغ روایات کتاب‌هایی می‌رود که اهل سنت برای بیان احادیث جعلی تألیف نمودند و در اصطلاح علم حدیث به آن کتب موضوعات گفته می شود. به عنوان نمونه برای توجیه قصه دروغینی که کتب شیعه درباره توبه آدم علیه السلام ذکر کرده اند دست به دامن یک روایت ساختگی می شود و با ذکر نام 3 کتاب و آدرس دادن از آنها قصد دارد خیانت خود در نقل سند را پنهان کند. در منابع معتبر اهل سنت با سندهای متعدد که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی از بهشت بیرون شد فتلقی آدم ربه کلمات فتاب علیه، یک کلماتی را حضرت آدم به زبان آورد و خدا توبه او را پذیرفت. آیه 37 سوره بقره هست. بزرگان اهل سنت مثل سیوطی و دیگران نقل کردن از ابن عباس که مراد از این کلمات چیه؟ گفتن که سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، حضرت آدم خدا را به احترام این 5 تن آل عبا قسم داد، خدا هم توبه او را پذیرفت. آقایان مراجعه کنند کتاب درالمنصور جلد اول صفحه 167. تنزیه الشریعه جناب کنانی متوفای 963 هست، تقریبا معاصر خود سیوطی بوده، جلد اول صفحه 395. و همچنین جناب آقای مناوی متوفای 1031 هست، کتابی داره به نام سیدت و نساء اهل الجنه، جلد اول صفحه 44 و دیگران دارند. بینندگان عزیز به خوبی می دانند که جناب علامه علم رجال دکتر آیت الله قزوینی تمام داشته‌های علمی خود را مدیون صفحات نمایشی هست که در مقابل ایشان نصب شده است و این علامه محقق متنی را که دیگران برایش نوشته‌اند روخوانی می نماید. اون رو هم شما ببینید که اون عزیزان به چگونه ای رفتار میکنن. خب هم شما ببینید که اون عزیزان به چگونه ای رفتار میکنن. خب هم شما ببینید که اون عزیزان به چگونه ای رفتار میکنن. خب اما از آنجا که آخوند جماعت با قرآن و زبان عربی رابطه ای ندارند برایشان مشکل است که حتی از روح هم بخوانند. این است که دکتر آیت الله حتی از روی صفحه نمایش یا مانیتور نیز قادر به روخانی آیه 37 سوره بقره نیست و جالب تران که در هنگام تلاوت آیه از روی صفحه نمایش چشمان خود را می‌بندد تا بینندگان احساس کنند که جناب علامه علم رجال و دکتر آیت الله این آیه را از حفظ می‌خواند. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی از بهشت بیرون شد فتلقی آدم ربه کلمات فتاب علیه. معنی آنچه این آخوند به عنوان آیه قرآن خواند این است: و آدم به پروردگارش کلماتی آموخت. و این معنا کاملا برخلاف اصل موضوع آیه است. اما ببینیم که این آخوند قصد خواندن کدام آیه را داشته است. که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی از بهشت بیرون شد فتلقی آدم ربه کلمات فتاب علیه. فتلقی آدم ربه کلمات فتاب علیه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. جناب دکتر آیت الله، شما که قرآن خواندن بلد نیستی چرا به ذکر ترجمه اکتفا نمی کنی تا مدرک دکتراتون زیر سوال نره؟
و یا شاید هم خدای نکرده شما با بعضی از وزیرایی که از آکسفورد مدرک گرفته بودند نسبتی داری؟ البته ناگفته نماند که اگر جناب آیت الله در هیچ رشته‌ای هم دکترا نداشته باشند، شکی نیست که در دروغگویی و خیانت و تدریس روایات و دلایل استاد دکترا هستند. به عنوان نمونه همین روایتی را که ادعا می‌کنند در منابع اهل سنت با سندهای متعدد ذکر شده است، برخلاف گفته ایشان این روایت در این 3 کتاب با یک سند ذکر شده است که در سند آن شخصی مجهول وجود دارد و کاملا مشخص است که حدیث جعلی و ساختگی است. در سند این روایت که از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل شده است، شخصی به نام محمد ابن علی وجود دارد که منکر الحدیث است و دارقطنی میگوید مجهول می باشد. این آخوند که گمان میبرد علامه علم رجال است میگوید ابن عراق کنانی این روایت را در کتاب تنزیه الشریعه ذکر کرده است. این آخوند حقه‌باز از ترس رسوا شدن اسم کامل کتاب را ذکر نمی کند. اسم کامل کتاب این است: تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاخبار الشنیعه الموضوعه، پالایش شریعت از احادیث بی ارزش و ساختگی. امام ابن عراق کنانی رحمه الله این کتاب را در بیان احادیث غیر قابل قبول و جعلی و ساختگی نوشته است و جمله روایات دروغینی که در این کتاب ذکر می کند همین روایتی است که علامه علم رجال دکتر آیت الله قزوینی بدان استناد می کند. ایشان قبلا هم روایاتی جعلی و ساختگی را از کتاب المجروحین ابن حبان و کتاب لسان المیزان حافظ ابن حجر نقل کرده بود که این 2 کتاب در بیان راویان ضعیف و روایت‌های ضعیف و جعلی نوشته شده است. حال این آخوند چگونه ادعا می کند متخصص علم رجال است در حالی که با کتب احادیث آشنایی ندارد، یا اینکه آشنایی دارد اما چون دروغ گفتن و تدلیس جزء دینشان است از آن دست نمی کشد و می خواهد به این وسیله بینندگان شبکه خود را بفریبد. فرمودید بر اینکه روایات ضعیف اهل سنت بدون بررسی سندی ما نقل میکنیم. شما بزرگواری کنید یک مورد نشان بدید در این 2 سال در برنامه حبل المتین، در برنامه سراب وهابیت، در برنامه کلمه طیبه که نظارت مستقیمش به عهده بنده هست، یک روایتی شما بیارید برای که ما از کتب اهل سنت بدون بررسی سندی آقایان اهل سنت گفتن این ضعیفه، ما آمدیم اون روایت رو علیه شما استناد کردیم. یک مورد به ما بگید، ما از شما ممنون میشیم. oh